گفتن که آیا صلوات فرستادن زن هم با پیامبر میرسد یا نمیرسد؟ یعنی اگر زن با پیامبر صلوات بفرستد، آیا ثواب این با پیامبر میرسد یا نمیرسد؟ خواهرای عزیز، شما وقتی نماز میخوانین، وقتی حج میکنین، وقتی روزه میگیرین، یک چیز فراموش نکنین که اولا که همه اینها به گردنی هم مرد هم زن فرض و واجب و سنتن. یعنی هر کاری رو که اگر شریعت وقتی عمل کرده است یا در او ثواب پاداش البته وعده داده است، یا اینکه مثل ذکر، چقدر ذکرهایی که آمده است که در عوضش ثوابهای بیشمار هست، اینها هم به مردها تعلق داره هم به زنها. برای همین هر زنی که هرگاهی که شما صلوات میفرستیم به نام پیامبر، اللهم صل علی محمد و علی آل محمد میگین، یا اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. اینها همه صلی الله علیک یا رسول الله، صلی الله بک یا رسول الله، همه اینا صلوات هم. اگر شما هم که اینها را گویین، حتما به پیامبر گرامیمان این چیز میرسد. من یک چند حدیث برادران و خواهران عزیز در این باب از باب صلوات، فضیلت صلوات من برای شما گفته میگذارم. اولا ما سوره داریم به نام احزاب. در آیت 56 این الله مهربان میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. الله مهربان امر میکند هم مردها را هم زنها را که به نام پیامبرتون صلوات بفرستید. یعنی اللهم صل علی محمد و علی آل محمد بگین. ببینید صلی الله علیک یا رسول الله بگین. شما میتونین که رنگی که چگونه سبحان الله میگین، چگونه الحمدلله میگین، چگونه که لا اله الا الله میگین، همین نوع ذکره. همین را میتونید شما با تسبیح اللهم صل علی محمد و علی آل محمد صلی الله علیک یا رسول الله، صلی الله بک یا رسول الله گفته ما دونه دونه میتونیم 100 میتونیم 200 چنده که ما در حق حضرت صلوات فرستیم، آنقدر برای ما و شما خیر و برای ما و شما نیکی زیاد دارد. حتی من در قصه ها خواندم که کسانی که صلوات بیشتر میگن پیامبر در خوابشان خودش نمایان میکند. یعنی از این مرد ای زن خوشنودی اعلان میکند که تو ما را مقصد یاد میکنی، تو به حق ما مقصد صلوات میفرستی. برای همین بینیم این آیتی که من خواندم دلالت بر همین میکند که الله ما را امر میکند که زن و مرد باید به پیامبر گرامی صلوات فرستند. حدیثی هست از پیامبرمون برادران و خواهران عزیز، پیامبر میگن من صلی علی صلاتا صلی الله علیه بها عشرا. شما ببینید هر گاهی که اگر یک بار تو میگوی صلی الله علیه و سلم، ببین صلی الله علیه و سلم، صلی الله علیه و سلم، صلی الله بک یا رسول الله، ببین اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. وقتی هر نوعی که من حاضر گفتم از اینها شما اگر گویین
صلی الله علیه بها عشرا. میگه الله مهربان در عوضی یک صلواتی که تو به نام پیامبر گفته میگذاری، الله مهربان 10 رحمت به نام تو میفرستد. ببینید، یعنی اگر ما یک بار بگیم درود و رحمت بر روح نازنینت باد ای پیامبر نازنین، الله مهربان میگه رحمت من، رحمت من، رحمت من 10 بار، یعنی بر روح تو باد، بر تو باد، رحمت من بر تو مبارک باد، رحمت من بر تو برسد. از جانب الله مهربان ما 10 بار در هر یک صلوات میگیریم. دیگر حدیثی که از میگه اول الناس بی یوم القیامه اکثرهم علی صلاة. اول الناس بی یوم القیامه، میدونید که میگه از همه ده بالاترین شما، این بلند مقام شما، نزدیکترین شما در روز قیامت به سوی من آن کسی هست که در دنیا به نام من صلوات بسیار میگه. کسی در دنیا اگر به نام پیامبر صلوات بسیار گفت، روز قیامت برادران و خواهران عزیز شما قریبترین نفر به پیامبر گرامی هستید. دیگر حدیث البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیه. پیامبر گفت که میدانید که بخیل های امتم کیه؟ بخیل های امتم گفت همون مرد یا همون زنی هست که پیش ما در نام من، پیش وی در نام مرا میگیرن. مثلا میگن حضرت محمد فرمود اگر همون آدم وقتی نام مرا شنید و بر نام من صلوات نفرستاد، وی در حق من بخیل است، این در حق خودش جفا کرد ولی بر من بخیل هست. و ایرا ما از بخیل های امتو میشمارم که در نام مرا شنیدن به نام من صلوات نفرستاد. برادران و خواهران عزیز، هرگاهی که نام پیامبر را شنیدین، در مردم ما که بسیار دوست میدارن پیامبرشون، احترام که میکنن، در بسیاری جا مردم ما با شنیدن نام پیامبر خداشون مقصد بلند میکنن، یعنی رنگ یک احترام میگذارن. لیکن اینش ضرور نیست. ضرور این است که من اگر در این حالتی که نشسته ام، همچنان هم که نشسته باشم، اگر در گوشم از تلویزیون از مثال این تلفن یا از مقصد یک نفر امر معروف دارد، همین نام حضرت محمد گفت، همین حالت دارم که باشم صلی الله علیه و سلم، صلی الله بک یا رسول الله، باید همین من گویم. خود من اگر چنده که مقصد قد راستم که نکنم، همون صلواتش بگردن ما واجبه. باید که حتما وقتی نام پیامبر گرفتی، حتما درود، اگر میتونی به تاجیکی هم بگوی درود و رحمت بر روح پاکت باد ای پیامبر نازنین. بین درود و رحمت الله بر روح پاکت باد ای پیامبر نازنین. دیگر یک حدیث دیگر میخوانم بعدا. میگه این من افضل ایامکم یوم الجمعه فاکثروا علی من الصلاة فیه. پیامبر من گفت در بین 7 روز از هفته افضل ترین روز هفته روز جمعه. برادرای عزیز، همه تون میدانین روز جمعه افضل ترین روز هفته است. حضرت گفت که به این خاطر فاکثروا علی الصلاة، در همین روز جمعه به نام من نظر به دیگر روزها صلوات بیشتر بگو. اگر روز پنجشنبه 100 بار گفتی، روز چهارشنبه 50 بار گفتی یا 200 بار گفتی، روز جمعه 300 بار بگو. یعنی در روز جمعه نظر به دیگر روزها صلوات بیشتر بگو. بعد چی گفت؟
گفت فإن صلاتکم معروضة علی. شما بدانید که خواه زن باشی خواه مرد، وقتی من میگم صلی الله علیه و سلم، بین همین صلوات مرا ملائکه های وابسته شدن، خواهرها و مادرها و برادر عزیز که همین را برده از نام من به پیامبر میرسانند و میگویند که فلانی ابن فلانی از امتی تو به نام تو صلوات فرستاده شد. این معروضة علیه، همین چیزا بر من مقصد پیشکش میکنن، بر من میرسانن. دوام حدیث را بینید. بعد چی گفت؟ فقالوا یا رسول الله و کیف تعرض صلاتنا علیک. بعد گفت حضرت و قد ارمت او قد بلیت. گفت چگونه؟ گفت صلوات های ما به تو رسانده می شود. آخی وقتی که تو در درون قبر در آمدی خاکستر نمیشه؟ یعنی جسد تو به خاک مبدل نمی شود؟ پیامبر گرامی چی گفتن؟ گفتن که ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء. ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء. گفت خدای مهربان خیرتان تیاد. گفت شما دانید که الله مهربان بر زمین حرام گردانده است که به جسدهای پیغمبرا کار نگیرید. یعنی جسدهای پیغمبرا را مثل جسدهای دیگرها به خاک تبدیل شان نتید. برای همین یعنی خاک زمین حق خورده و نابود کردن جسد پیغمبرها نداره برادران عزیز. برای همین یعنی بینی که از این صلوات های ما هم به پیامبر گرامیمون رسانده می شود.